نور افغانی قوطی‌های زنبور اصل را 3 ماه پیش و پس از ختم یک دوره آموزش زنبور پروری گرفت که آن را سازمان فلسطینی سینسیلا در بیت المقدس شرقی عملی می‌کند. امیدوار است به زودی اولین بار اصل یعنی حاصل کارش را می‌گیرد. نگاه داشتن زنبوری اصل در خانه در بالای بام خود یک کار غیر عادی است. یک نوع غمخوری در حق طبیعت است. زنبورها مثل اویله من مثل دوست هستند. من نگاهبین و غمخوری در حق آنها را یاد گرفتم. مثل جانوری خانگی من هستند. مؤلف طرح زنبور پروری طریق نصار مدیر سازمان سینسیلا است و هدفش تامین خودکفایی در بین فلسطینیان بوده است. ما سعی داریم وضع را در بیت المقدس شرقی تغییر دهیم. تلاش داریم از راه زنبور پروری اصل و پول توانمندی زنان را بالا بریم. نتیجه دیگری کار بام‌های سبزی آنهاست. نصار میگوید تا آخر سال سینسیلا تا به 500 زن فلسطینی در بیت المقدس شرقی زنبور پروری یاد می‌دهد که آنجا 80% زنان بیکارند. زنان همراه کار می‌کنند و اصل‌هایشان را یکجا می‌فروشند. چهاریک پول به حساب سینسیلا می‌رود. برای عده زن‌ها زنبور پروری نخستین کار و نخستین منبع درآمد شده است. برای یک گروه آنها جهانی نو. ما حیات زنبورها را زیاد آموختیم. برای من که هیچ چیز نمیدانستم مثل کشف یک دنیای نو بود. به زنان درس دادند هنگام کار در نزد لانه‌های زنبور آرام و آهسته حرکت کنند تا آنها را آزار ندهند. مهارتی که برای زندگی در بیت المقدس لازم است در جایی که مناسبت بین یهودیان اسرائیل و عرب‌های فلسطینی ساده نیست. مسئولان سینسیلا امیدوارند طرح زنبور پروری مردم زیادتر را به گذاشتن لانه‌های زنبور در باغ و بام‌هایشان در شهر تشویق می‌کند و یا حتی در پیشگیری از نابودی زنبور در سیاره مساعدت می‌نماید.